با نام خدا و با عرض سلام. طالبان در یک روز 4 نفر را در 3 شهر افغانستان اعدام کردند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید قبض پرداخت پول آمریکا به طالبان در اختیار ماست. ضربه میلیاردی به اقتصاد افغانستان. رهبر طالبان میگوید هدف اصلی اسلام امر به معروف است. زوج بریتانیایی 29 بار در زندان طالبان مورد بازجویی قرار گرفتند. مارکو روبیو میگوید که مذاکرات مستقیم آمریکا و ایران روز شنبه برگزار خواهد شد. پاکستان برای افغانهای منتظر انتقال به کشورهای غربی 20 روز مهلت داد. سازمان بهداشت جهانی از 4 برابر شدن موارد فلج اطفال در افغانستان خبر داد. موج خاموش اخراج مهاجران افغان از ایران در سایه اخراج گسترده افغانها از پاکستان. مقام ارشد طالبان میگوید آزار و اخراج مهاجران افغان از پاکستان به روابط دوجانبه صدمه میزند. نیویورک تایمز میگوید که مقامات در تهران به خامنه‌ای درباره احتمال وقوع جنگ و خطر سقوط هشدار دادند. در آستانه مذاکرات تهران و واشنگتن، فرستاده ویژه ترامپ برای دیدار با پوتین به روسیه رفت. فری پرس میگوید که دولت ترامپ گفتگو درباره اهداف احتمالی حمله در ایران را آغاز کرده است.